اما الله می فرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هر کسی به طاغوت کفر بکند، به طاغوت پشت بدهد و به خدا ایمان بیاورد، یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. طاغوت چیه؟ اهل تفسیر طاغوت را تفسیرهای مختلفی می کنند. بسیاری گفتند طاغوت یعنی شیطان، چون شیطان میخواد که ما راه کفر را ببریم، راه شرک را ببریم، لذا به شیطان پشت دادن، به شیطان جواب نه دادن، شیطان را قبول نکردن یعنی کفر به طاغوت. بعضی گفتند طاغوت هر اون چیزی را میگویند و اون کسی را میگویند، اون فردی را میگویند که مردم را به سوی عبادت خودش دعوت میدهد. چه پادشاهی باشد مثل فرعون که میگه انا ربکم الاعلی، این طاغوت است. چه اون پادشاهی که به مردم میگوید، مردم الان در این زمان کسی جرأت نمیکنه بگه منو بیاید سجده بکنید، به اندازه علم و دانش آمده که کسی جرأت نمیکنه، ولی خیلی از طاغوت های زمان ما هستند که میگویند مردم در این کشور قانون من نه قانون خدا، قانون من نه قانون قرآن. در این کشور مثلا مساجد باید بسته باشه، حجاب لازم نیست، حجاب نباید باشه، باید زنها تو ادارات میان بدون پرده. اینا طاغوت هستن. نماز ممنوعه، ریش ممنوعه، تبلیغ ممنوعه. این طاغوته. اون چیزی که قرآن میگه، اون چیزی که خدا میگه، اون میگه نه، این نه، اونی که من میگم، قانون من میگه. پس بعضی گفتند هر پادشاه کافری که جلوی قانون خدا را بگیرد و بخواد قانون خودش را غالب بکند، اون طاغوته. و بعضی گفتند طاغوت هر اون رهبر مذهبی و دینی که به مردم میگه به جای اینکه خدا را سجده میگه من سجده کنید، انتظار داره مردم به پای او بیفتند، مردم از او کمک بخواهند، مردم او را سجده بکنند، مردم جلوی او کرنش بکنند. بالاخره اینها همه معناهای طاغوت هستند. شیخ بزرگوار ما حضرت مولانا حسین علی رحمه الله همه این معناها را جمع کرده فرموده و تو یکی از معانی هم میآید الطاغوت کل ما عبد من دون الله. هر چیزی که غیر خدا عبادت بشه اون طاغوته، چه شیطان باشد، چه بت باشد، چه درختی باشد، چه اون پادشاه و رئیسی باشد که مردم را میگه، چه اون پیر و فقیری باشد که مردم را میگه برای من سجده بکنید. همین ها طاغوت. هر کسی که میخواد مردم از او اطاعت کنند، او را سجده بکنند، او را کرنش بکنند، نه خدا را، اینا همه چی هم طاغوت. پس الله میفرماید اینهایی که شما را به سوی عبادت خودشون یا به سوی عبادت غیر خدا فرا میخوانند، به اینها پشت بدهید. فمن یکفر بالطاغوت، هر کسی که به طاغوت کفر بکند، یعنی طاغوت را انکار بکند، به طاغوت نه بگوید، و یؤمن بالله، و به الله ایمان بیارد، بگه من دستور خدایم را اطاعت میکنم، دستور مولایم را اطاعت میکنم، هرچی اون دستور داده من از او اطاعت میکنم، من از تو اطاعت نمیکنم. هر کسی اینطور بگوید فقد استمسک بالعروة الوثقى، همانا این انسان چنگ زده به عرض کنم حلقه محکم. بالعروة الوثقى، حلقه محکم چیه؟ بعضی گفتن ایمان است و توحید است، بعضی میگویند که قرآن هست، بالاخره دین هست، ایمان هست، حلقه محکم. پس وقتی که انسان به طاغوت پشت بدهد و به خدا بچسبد، به دستور خدا
بچسبد، به قرآن بچسبد، به ایمان بچسبد. این در واقع مثالش مثل کسی است الله میفرماید که این حلقه محکمی را گرفته، این دستش جای محکمی بنده دیگه. لنفصام لها، لنفصام لها یعنی هیچ نوع جدایی نیست، از اون حلقه جدا نمیشه. اما اون کسی که شرک میکند، در جای دیگه مثالش آمده، اون کسی که شرک میکند، غیر خدا را عبادت میکنه، اون مثل کسی است که کف را دست زده و به کف چنگ زده. کف به اصطلاح گج. کف را کسی چنگ بزند آیا جای دستش بند میشه؟ نخیر، میفته تو آب، غرق میشه. پس الله عزوجل میفرماید به این خدایان باطله، به این آلهه باطله، به این بتها، به این کسانی که به سوی خودشون مردم را فرا میخوانند، اطاعت خودشون، به اینها پشت بدهید. اگر پشت دادید و به خدا ایمان آوردید، شما حلقه محکمی که لانفصام لها، قابل انفصال نیست، قابل کندن نیست، قابل جدا شدن نیست، شما به چنین حلقه چنگ زدید. والله سمیع علیم. الله عزوجل هر چیز را شنواست و از هر چیز آگاه است، علیم هست، یعنی از حال دل شما هم آگاه است. اگر شما بگید ایمان بیاورید، الله تعالی هم زبان شما را و هم سخن شما را و ایمان شما را میشنود و هم از اخلاص دل شما با خبر است.